کن دهنتون رو خوشبو کنید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. و بعدش هم به افتخار میزبانای مجلس کل سرسبب همه با هم یک دست محکم و جانانه. خب یک قصه رو شروع کنیم، آدمون حرکت کن بریم در خدمت شادمان باشیم و مثل مراسم دومان شب باشیم. حرکت. عزیزایی که میخوان شواش کنن یه سینی وسط میذارن، چون مجلس سنگینه و تعداد مهمانا زیادن وقت زیاد ببرن. فقط پولا رو بریزید داخل سینی، نپاشین، دانه دانه برید، وقت کم میاریم ها. بگو چون حرکت.
بیا آهنگ قفس یکی از آهنگای پرهوادارمون هست. گوش کن. مینا بره بنداره سوه بیدان افرینه مینا بره بنداره سوه بیدان افرینه حکایتی آیده تنبه به ارزشینه حکایتی آیده تنبه به ارزشینه لب نفس از ما